از اونجایی که وریفای کردن حساب در دیتا سنترهای مختلف مثل هیتنت که خیلی سخت و پرهزینه و دشواره و حتی بعد از اینکه شما هم وریفای رو انجام دادی پرداخت‌های فاکتور خیلی دردسر داره براتون، مثل پرداخت ریالی، چطوری پرداخت ریالی انجام بدم یا چطوری پرداخت ارزی انجام بدم و غیره. این حس خوشایندی به شما نمیده و حس نگرانی رو به شما میده. اما نگران نباشید، چون توی این ویدیو که میخواید نگاه کنید یک ربات بهتون معرفی میکنم که با استفاده از این ربات میتونید برید و برای خودتون از دیتا سنترهای مختلف بدون وریفای کردن و حتی با پرداخت ریالی برای خودتون یک سرور خریداری کنید و استفاده کنید. خیلی نمیخوام سرتون رو در بیارم و وقت ویدیو رو زیاد کنم. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. اگر چنل من رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. اگر مشکل یا انتقادی دارید کامنت کنید و در آخر هم اگر دوست داشتید اون زنگوله بالا رو بزنید تا از ویدیوهای جدید من مطلع بشید. امیر ایونتور هستم، خوش اومدید به چنل من. دوستان، همون جوری که توی اول ویدیو بهتون گفتم، یک ربات تلگرامی که نقش واسطه و بین شما و اون دیتا سنتر مورد نظرتون داره. دیتا سنترهای معروفی مثل هیتنر، مثل OVH، مثل لینود، مثل والتر و چیزای دیگه و خیلی هم کیفیت بالایی دارن با پرداخت ریالی خیلی سریع و آنی، کمتر از 30 ثانیه و میشه شما سرور خریداری کنید و استفاده کنید. این ربات اسمش هست کلاود اسنپ که یک ربات تلگرامی و حرفه‌ای. کانال هم دارن، کانال کلاود اسنپ. شما میتونید داخل اون کانال عضو بشید و از جدیدترین خبرهاشون با خبر بشید. ربات اصلی اینه که آیدیشو این بالا میذارم، توی دیسکریپشن هم میذارم. این رابط کاربریش در قسمت اولش خرید سرور مجازی میبینید، یعنی پس از اینکه استارت کردید این پیامو به شما نشون میده، خوش آمد به شما میگه و گفته حتما برید اون قوانین رو ببینید، قوانین این ربات. چون نرید اول خرید بزنید یا حسابتون رو شارژ کنید بعد بیاید ببینید که آقا یه سری چیزا مورد نظر من نبوده. یکیش این که یعنی شما حداقل میخواید حسابتون رو هر بار شارژ کنید 100,000 تومان شارژ کنید، یا مثلا این که وقتی که شما سرورتون رو گرفتید دیگه نمیتونید تغییر IP انجام بدید، باید اون سرورتون رو خاموش کنید اگر ساعتی هست، یا یک سرورتون رو حذف کنید و سرور جدید بگیرید که خیلی هزینه نمیبره. و یه پیشنهاداتی هم هست توی قسمت شرایط ضوابط، میتونید برید خودتون بقیه‌اش رو بخونید و استفاده ببرید. خب توی قسمت بعد شما حساب کاربری میبینید که روی حساب کاربری کلیک کنید اطلاعاتی از جمله آیدی عددی تلگرامتون، اعتبار فعلیتون که 314,000 تومان من شارژ کردم حسابم، و محدودیت تعداد سرور رو میتونید داشته باشید که فکر کنم در روزی هست، در روزی 5 تا سرور شما میتونید دریافت کنید و مجموع مصرف سرورها که من مجموع مصرف سرورها 593 تومن بوده که شما گفته موجودی شما بعد از 531 ساعت به اتمام میرسه و گفتم مثلا از این قسمت شما میتونید تعداد سروری که خواهید دریافت کنید رو افزایش بدید، پیگیری انتقال که انتقالای موجودی دادید یا اصلا هر چیز دیگه ای، و یه قسمت اینجا داره به اسم کد بونوس. این کد بونوس سر چیه؟ این کد بونوس وقتی که شما یک کد داشته باشید با استفاده از این کد بونوس میتونید شما از هر خریدتون 10% بونوس بگیرید. یعنی اگر شما 100,000 تومان حسابتون رو شارژ کردید 110,000 تومان به حسابتون شارژ میشه، حدوداً 10% بونوس میگیرید که این کد بونوس رو من براتون میذارم. یه نکته هست که اینکه ظرفیتش فقط 50 نفره، مخصوص 50 نفر اولیه که این ویدیو رو میبینن و
میرن استفاده میکنن. کد بونوسش اینونتوره. روی کد بونوس کلیک کنید میتونید اینونتور رو بنویسید و سند بزنید و براتون بونوس تایید بشه. از قسمت شارژ حساب شما میتونید حسابتون رو شارژ کنید که مثلا من میخوام 3000 تومان شارژ کنم، به تومن هم باید وارد کنم. الان میبینید که 5 تا 0 اوکیه، 3000 تومن و سند رو میزنم. خب برای من گفته از طریق پرداخت ریالی میتونی انجام بدی، پرداخت ارزی هم میتونی انجام بدی. اگه من بخوام روی پرداخت ریالی میزنم و اوکی. و فعلا من نمیخوام این چیزو انجام بدم، پرداخت رو، چون پرداخت انجام دادم قبلا. و خب این قسمت شما پشتیبانی رو دارید که روی پشتیبانی کلیک کنید شما میتونید از این قسمت با همکارشون در ارتباط باشید و هر مشکلی دارید یا مشاوره میخواید بگیرید، هر چیزی که هست از این قسمت شما میتونید. از قسمت کسب درآمد شما میتونید یه لینک به شما میده که اگر این لینک رو به یک فرد بدید و دعوتش کنید به این ربات، از طریق اون لینک دعوت 5% از هر خریدش به حساب شما واریز میشه و تماس با پشتیبانی هم طبیعتا همونه. و سرورهای من که پس از خرید سرور ما میریم قسمت سرورهای من و بقیه‌اش رو توضیح میدم. خب بریم قسمت خرید سرور. از این قسمت شما گفته که دیتا سنتر مورد نظر رو انتخاب کنید. لینود ساعتی دارید، لینود ماهیانه دارید، والتر ساعتی دارید، والتر ماهیانه دارید، هتنر سوئد، هتنر ایران، OVH و چیزای دیگه. که حالا فرق لینود ساعتی لینود ماهیانه که میدونید طبیعتا اون محاسبه‌ای که میشه قیمت ها اینجوریه. یعنی لینود ساعتی قیمتش یعنی ترافیکش به صورت ساعتی محاسبه میشه و اون لینود ماهیانه هم به صورت ماهیانه حساب میشه. خب هتنر ها هر دوتاشون ساعتی هن و هیچ فرقی ندارن، فقط فرقشون تو 2 تا چیزه. یکی این که هتنر سوئد مربوط به مشخصاتی میشه که افراد اومدن با مشخصات یک فرد سوئدی داخل هتنر وریفای کردن و هتنر ایران مربوط به افراد ایرانی که وریفای کردن. و یه نکته هم بگم، میبینید که قبلا افراد اومدن از هتنر سو استفاده کردن و این آی پی ها IP 91.107 65.109 و 5.75 این آی پی ها فیلتر شدن، یعنی قفل شدن و اصلا ربطی به این نداره. گفتم که هیچ دلهوره‌ای نداشته باشی. آی پی که به شما میده طبیعتا مستقیم از هتنره. آی پی که فیلتر هست هیچ ربطی به این نداره، به این ربات نداره که مثلا اون آی پی فیلتره پس این ربات خدماتش خوب نبوده. اون هتنر یک آی پی فیلتر داده به شما. خب یه نکته دیگه هم هست، این دوتا هتنر سوئد یکم حدود 10% سرعتش بالاتره و قیمتش هم همونقدر بالاتره. خب من هتنر سوئد رو میزنم، میخوام بریم یه هتنر سوئد دریافت کنیم. خب از این قسمت شما میتونید پلن مورد نظرتون، مشخصات پلنتون انتخاب کنید که حالا پایه ترینش 2 گیگرم یک هست سی پی یو و 20 گیگابایت فضای دیسکه و طبیعتا ترافیکش هم نامحدوده و ساعتی هم حساب میشه که من پایه رو انتخاب میکنم. حالا شما میتونید متناسب با اون کاربری که میخواید. از این قسمت گفته لوکیشنتون رو انتخاب کنید. من لوکیشن آلمان رو انتخاب میکنم و از این قسمت برای من اطلاعاتی از جمله هزینه ماهیانه و هزینه ساعتی رو به من میده. خب در این قسمت شما باید اون معاملتون رو انتخاب کنید که من اوبونتو 22 انتخاب میکنم و در این قسمت اوبونتو رو انتخاب کردم، میره برای من اون سرور رو دریافت کنه و ارسال کنه. صبر میکنم تا برای من ارسال کنه. میبینید که ارسال کرد. اون اطلاعات سیستم عامل که به من داده IPv4 IPv6 IP ورژن 4 IP ورژن 6 یک پسورد و یک دامین سرور و یک پورت که بهش SSH بزنم. خب
من میتونم از طریق SSH به این متصل بشم، میتونم یه پنلم روش بالا بیارم. خب اول میرم یه SSH بهش بزنم با برنامه بیت وایس. حالا با پوتی هم میشه انجام داد، اما من با بیت وایس راحت ترم. خب فیلتر شکنم اول خاموش کنم، استوب بزنم. خب بیت وایس باز شد. قسمت هاست باید اون IPv4 تون رو وارد کنید و از قسمت پورت هم این پورتتون و یوزرنیمتون هم که طبیعتا روته. لاگین رو میزنم. خب الان میبینید که این IP فیلتر نیست و من میتونم اکسپت بزنم و بهش کانکت بشم. خب از این قسمت از من یک پسورد میخواد که پسوردم رو وارد میکنم و خب ترمینال رو باز میکنم. خب در این قسمت من باید پسوردم رو تغییر بدم که شما میتونید از همینجا تغییر بدید. میتونید برید داخل ربات از قسمت سرورهای من اون سرورتون رو انتخاب کنید و بازیابی رمز عبور بزنید و رمز عبورتون رو تغییر بدید. سرورهای من، خب از قسمت سرورهای من میبینید که من قبلا هم سرور دریافت کردم و اونو خاموشش کردم. سرور جدید رو انتخاب میکنم. این قسمت شما میتونید سرورتون رو روشن کنید، سرورتون رو خاموش کنید و سرورتون رو حذف کنید، مثلا ریستارت کنید، ریبوت کنید و چیزای دیگه. خب من میخوام روی بازیابی رمز عبور بزنم و رمز عبورم بازیابی بشه. خب الان این رمز عبور من بازیابی شده. خب من میرم دوباره داخل بیت وایس، فیلتر شکنم رو خاموش میکنم، پسوردم رو فیس میکنم. خب الان من باید ترمینالم رو باز کنم، یه ترمینال میزنم. خب از این قسمت من سرورم الان SSH بهش زدم و متصلم و میتونم استفاده کنم. حالا میخوام پنل روش نصب کنم یا چیز. خب من پنل صنایع رو اینجا روش میخوام نصب کنم. سرچ میکنم DXUI. خب میام پایینتر و اگر بلد نیستید که چجوری پنل نصب کنید، یک ویدیو قبلا گذاشتم، میتونید از طریق اون ویدیو پنلتون رو نصب کنید. خب الان من اینو اینتر میزنم تا پنل برای من شروع کنه به نصب شدن. خب اینجا یه وای میزنم، یوزرنیم ادمین، پسورد ادمین و پورت هم میذارم 2053. خب الان پنل XUI نصب شده، همه چیز اوکیه. الان من میرم اون سروری که دریافت کردم و IPv4 میزنم و 2.253 اینتر تا برای من باز کن. خب این یوزرنیم پسورد رو ادمین میزنم و لاگین میزنم. خب از این قسمت این باند میتونم یک این باند اضافه کنم، یک اسم اضافه میکنم. از این قسمت پروتکلم و اینجا پورت هم میذارم روی 443. کلاینت هم که خیلی بهش کاری ندارم و همین به صورت معمولی میخوام یک این باند بسازم و فقط تست کنم. اینو کپی میکنم، میرم توی نیکوری. خب استارت میزنم و ورک سیستم رو روشن میکنم.
به همین راحتی شما میتونید پنل نصب کنید و استفاده کنید. خب اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردید حتما لایک کنید. اگر چنل من رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. حتما توی کانال اسنپ کلاود عضو بشید و استفاده کنید. امیدوارم که ویدیوی خوبی بوده باشه و بتونید به راحتی با پرداخت ریالی سرور دریافت کنید و لذت ببرید و استفاده کنید. به امید بهترین ها.